زندگی دانشجو کلینا ساده و عادی نیست. به جز اشتراک در درس‌های دانشگاه، تشویش‌های هر روزه خانه ضم می‌شود. من می‌خواهم متخصص شوم آینده، اما وقت نمی‌یابم که کتاب مطالعه کنم، از پی جستجوی علم شوم. کلین‌ها اصلاً به خود وظیفه‌های خیلی بسیار دارند. اون رو گفتن جایز است یا اینکه جایز نیست. باید سحری از خواب خیزن، نهاری تیار کنند، خانه ها رو روی بند چینند، جامعه شویی کنند. خیلی دشوار است. اساساً مردم تاجیک در کلینداری بسیار دیگرگون فکر میکنند. باید همه وظیفه ها برداشت کلین باشد. برخی از دانشجو کلین ها مسئولیت اولیوی را نسبت به ادامه تحصیل برتری میدهند. برخی دیگری را مبلغ راهگیری، خرج دانشگاه یا پول شرطنامه وادار میکند که تحصیل غایبانه را اولویت دهند. وقتی که دخترکان میبیان میگن که ما وعده کردگی بودن که تا خواستگاری مثلا تا توی ما وعده کردگی بودن که حتما میخوانونیم. بعد انامین خوشلومن ها که صحبت میکنیم میگن که خیلی شوهرش نمونده است، ما چی کار میکنیم؟ چی باید کرد؟ چگونه دانشجو کلینا میتوانند هم تحصیل کنند و هم عائله خوشبخت داشته باشند؟ بیش از 80% دانشجویان ما اصلا دختران محسوب می‌یابند. متاسفانه نه همه وقت این ارگومنت های ما، فکت هایی که ما میبریم، دلیل هایی که ما میبریم نه همه گوش میدهند. سبب های گوناگون البته هست. یکی از سبب های آن که بسیاری ها الکی برای خود قرار دادند که همسری آنها دیگر گویا نخواند، بعداً آنها را از این فکر و نیتشان گرداندن خیلی مشکل است. قهرمان ما دلشده بجز از کارهای خانه و تحصیل، تربیت فرزند هم به دوشش است. هم عروس، هم مادر جوان و هم دانشجو هستم. برای من خیلی دشوار است که به همه این وظیفه هایم در وقتش آمده رسم و حرکت میکنم که هم به فرزندم و هم به عائله‌ام و هم به دانشگاه مهر و محبت خود را دریغ ندارم، چون که بسیار دشوار است. صاحب کودکی جوان بودن خیلی مایدهک است و بسیار عذاب میکشد که به مهری مادر کمتر در دوام روز میماند و مرا خیلی یاد میکند. مسئولیت من به آینده دانشجو عروسان یا اینکه دانشجو دختران این است که اول نغز میشد دانشگاه را پورا ختم کنند، صاحب معلومات عالی شوند، دیپلم گیرند و بعد سمت عائله‌داری را انتخاب کنند یا اینکه فرزند کردن را. آیا در میان نفرانی که مطلب ما را پیگیری میکنند هستند شخصانی که با موفقیت تحصیل را ادامه دادند یا برعکس؟ از تجربه خویش در شرح